سلام كمسك الختام. یکمین اذان در آلمان. به نام خداوند بخشنده و مهربان. خبری خوش. آلمان به مسلمانان اجازه داد تا اذان را با بلندگویک ها صدا دهند. صحیفه اینترنتی اسلام پلوس می نویسد آلمان این اقدام را به پیش گرفت تا مسلمانان را در این وضعیت ناگوار که در کرانتین در خانه هستند آنها را خرسند کند.